عاشق ترین ایرانی تاریخ، نه فرهاد کوهکنه نه مجنون بادیه گرد که اینا اگه قصه هم نبودن به گرد پای این آدمی که میخوام بهتون معرفی کنم هم نمیرسن. بهرام دوم ساسانی وسط مهلکه شورش داخلی در نواحی شرقی و حمله روم از مرزهای غربی دستور داده 2 سنگ نگاره عاشقانه از خودش و همسرش تو دل رشته کوههای زاگرس حجاری کنن. تو یکیشون داره بهش گل میده، تو یکیشون داره ازش گل میگیره. تنها پادشاهی که دستور داده تصویر خودش و همسرش رو با هم روی سکه ضرب کنن. شگفت‌تر اینه که کل دوره پادشاهی این آدم کلاً 19 سال بوده. ایرانی و مثل بهرام دوم عاشقی کنید. عشق تو این سرزمین باستانیه. سپندار مزگانتون مبارک.